من نغز دیده دارم اوچه دوست داشته دارم. چی دیده داری؟ مدینه گوره جوشیدنی همون فرما رفتگیه. من خیلی نمیکنم خیلی آدمه. چرا؟ رجب علی؟ بابا اوچه جان خودخوری اومد. امی خدا رحمت کنه بابا تا خیرت امی تو تشینان میگم. خدا رحمت مغفرت کنه. بله بهترینه چون مغزورم بابام شون خیلی مینت کرد. گوش کو بچم یا لباس احساس تا پوش یا خطبه ترتیب بیار. ما دختری همسینف ما گاو زدگیم یا دختری قد بلندی برف دوری سفیدی موی در روز داره یا رفته بین که خیلی محقول کردی توی سر کنیم بچم. اوچه جانی ما زندگی یک چیه که ما سخنان شما را قدر میکنم. ما اگر پیش شما نمیبرم یکی در حیات باید یک کسی را انتخاب کنیم که دوستش بداریم، یک کسی را انتخاب کنیم که نغزش ببینیم، یک کسی را انتخاب کنیم که آینده به قدرمون برسه. بشناسیم بدونیمش. اوچه جان من نغز دیده دارم اوچه دوست داشته دارم. چی دیده داری؟ نغز دیده نفره که همون را در زندگی انتخاب کرده اوچه همون را میخوام گرفتن، همون میخوام آینده زنی مشوه اوچه. یا کجای؟ قشلاقی پایانگی دههای راهی نو ای همون جای دختره که نغز میبینیم اوچه جون خیلی وقته میشناسم میدونمش اوچه. میرم بچم نصیب پگه میرم خاکت ایلک میریزم. اوف اوچه همسیف نه پولدار میخواه اوچه من. این قایی دور بوده ایره همه ای عاشق شیدا ای مجنون کوبکو یا رهی نزدیک در نمیابی بود. اومدیم این قا بنزین صرف کردیم. چه زن کوی سونه خب در سری اب خیلی عاشقی و یا رهی نزدیک نمیابی این قا بنزین صرف کرده اومدیم. وای نمی تیراتوری ای نومی همون ده را چی گفته بود؟ ای روحی نو گفته بود اینا ده ای روحی نو من همی جای من نمیجا بوشا خور من بوشا دوزمه دوره من همی جا ده ای روحی نو خونه شمسی چپون. من نمیجا و چه ده های روی نباشی نمیجا. این بچه ها کپسی موچه ها شومه. سلام علیکم برادر. علیک سلامتی. سوزه خونه. اکاجان سوزه خونه سلامتی سوز. اونها می اکای شمس چکون کجیده؟ اکاجان پایینتر میرین یکم کوچه میشه دست شب میگردین. سیم خونه دروازه نداره که. خیلی با نفهمیدین اون کسی گر پسینم جک. راما. جو بچه هستن. خب اکاجان. مال. سیم خونه به دروازه نمیای چه؟ همجا بیست ما. اینا رسیدیم. رسیدیم بردار این نوتا بچم. همی جا خوشم بگیم اوه همجای دیگه. بچه همی گمیو بروستی دروازه نداشتیم. خونه به دروازه میشده. خیلی نشیده کجا؟ تو بکرمه شرایط که نداره به چرا خیلی نمیزنه دروازه چکو کنم؟ خدا گیرم خیلی عشقی تا گویی رجب علیه. ای چا او رجب علی دروازه دا عاشق نشده دختری خاندار به عاشق شده. اینش لانسی خسی رجب علی. دستات کتی چیکار میکنم؟ نداشتم ما خسرت داره آخی خونه خسری ما دمه دروی نمون دانی در کافل قبلو دا کمری پیمری موندگی. خیلی صاحب خانه سک نداشته باشه ایستا صاحب خانه. لبای السلام علیکم. السلام علیکم بیا خاله جان. آمدیم این خانه مدینه شون باشه؟ خاله جان کی خانه تونده؟ هیچ کنه بیا بدره خاله جان. ما چی میشه مدینه دن؟ ما کلینشون میشم بیا بدره خاله جان. خسر خشتمالت نیستم؟ خسر خشتمانم گذشتگین خاله جان. با رحمت مخفیت شوهرت کجا ده؟ شوهرم کار دی. مدینه کجا رفتگی است؟ راستی گپ ما یک فرما داریم مدینه گوره جوشیدنی همون فرما رفتگیه. سلامت باشی. بیا بدره خاله جان. نه نمیدروه میریم اکا هیچ کلب ده یکم کلونی خونتون. ما راستی گپ برای
گفتیم بچه‌مون از زن دادنیم همینجا آدرس دادن که دختری نغزای خوبه برای همه آمدیم و فکر کنیم که میریم اکو. بیا خواجه مدرن وزمیه. نه میریم اکو. مالا رحمت. مالا. خوش آمده خواه. ای وای بچه می یا آوم رز بچه جان گشتیم و گشتیم ایامی سری قشلاق صبح دمید رفتیم بیگای روز شد و چسبید حلق موقی من کسالی قم دارم چی بود شکی بود و چی شمس چوپانکوی بود چه کامپوت دوره زم؟ کمپوتای بچه هم شیرینه تروش هریز که دیگه چسبیده دارمی دا دستر خودم شد نه چای جون چی عشقی بوده ای عشق کجور شده که عشق هم بیرون دوز میبینی که درمار نگاه هی السلام علیکم السلام علیکم. عشق شاید اومان دانی گیز شبه این مجنونی کو بکو بطلاق با بطلاق میگشتگیه ایجا چی جا؟ عشق شایدو؟ هی اوچه گپ ندارم فهمیدگیم که رفتگی چند بار زنگ زدم 10 بار زیاد زنگ زدم ها دیگه من نورداشت باشم هم زنگ میزنم فیسبوکش میکنم زنگ میزنم فیسبوکش میکنم بهترین کردی ای $500 موندی من برای چی زنگ زدم که خبر خشب بگویا $500 که بگذارم انا که چجونی موضوع سخن خشم میگه $500 نه $1000 را عشق میکنم یگام خب که تو نگم میزنم یگام خبری خوش ندارم یگام مایده خبری خوش نیستم فهمیدی؟ مرا اخمق کردی گودک من کوه با کوه تیپه با تیپه دشت با دشت راهی نو گفتم دهی نو گفتم خانه شمسی چوپون گفتم خدایی نه در دوران نه دروازه میریم فیرود میکنیم یک تمه برای لب باید بکنی اوتا وچش مردگی بدای دختر گوجوش ده گوجوشی بدای اکش ده سری کیم کدام زمین بدای و گومو چرونی رفته من نمیدونم من کلی نمیکنم خیلی آدمه دیلا باید رنگ گواره که چشم نگاه کنی فهمیدی دیلا یه آدمی دتی که ارزش او دیلا داشته باشه فهمیدی نخو که با دیلا میافتی در هر بطلاق لای و لایقه برده پرتوفتنگی نمیشه من کلی نمیکنم باید او با اویلای ما موافق نمیبید دیلتا احتیاط کن فهمیدی جان بشمو فقط پول میگین بشمو فقط مال میگین بشمو چجون یک بار خوشبختی نمیگین یک بار قدر قیمت انسانگری نمیگین یک بار نمیگین که در زندگی تو بچه‌جان مهر و محبت باشه یکدیگر فهمی باشه حرمت احترام و عزت یکدیگر باشه و چه فقط باید قدای ما بوی باشه باید قدای ما پولدار باشه باید قدای ما ماشین $100,000 داشته باشه آخه او چه جان اینه ما ماشین داریم اینه همسایه را ببین چه قدای بوی داره تمامی چیز داره نه که خوشبختی نیست او چه در نام صدقه درست میگین دیل باید در یک نفری بتی که ارزنده باشه لایق باشه و چه ما یکی من انتخابی کردگیم روزی موچن انتخابی من 100% ای هرچند در بین لایقه باشن هرچند خانواده‌شون چوپان باشن اویلای کم بیزاحت باشن به پدر و به مادر هم باشن یکی ای 99% پدر دروده دختره که با عقل با فهم و با تقوا و با تربیه ای اوچا نفری که اوچا جان مرا دوست میداره مرا قدر میکنه و ای خداوند میترسه و در دلش ترسی الله داره و هیچ وقت در زندگی مرا خورشیدن نمیمونه اویلای مرا خورشیدن نمیمونه زندگی مرا برباد رفتن نمیمونه انتخابی ما انمو گوجوشی گفتگی تونه اوچا ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинон фаромӯш накунед чихеле ки шумо навора тамошо карден аз шумо чӣ мера бародаро фақат як дона лайк дар комментария як сухани хуб ва ногуфта намона подписатсияро фаромӯш накунед ҳатман дар канал подписатсия кунед иншааллоҳ ки навораи хубу тарбиявиамо пешкаши шумо мегардонем боқӣ сарбаланду хонобод бошед